خاک مالیده شود. به خاک مالید. چرا بینی به خاک مالیده بشه؟ این بینی به خاک مالیدن کمال ذلت و خاریه، یادتون باشه کماله. و لذا میگه در فارسی هستش، میگه پدرتو در من دماغ تو به خاک میمالم، یعنی بیچارت میکنم، ذلیلت میکنم و حتی بعد از مردن جنازت رو روی خاک میکشن. این منتهای ذلت و خاریه. و لذا اگر دیدید در روایات بعضی از حکومت‌های متاسفانه به اسم اسلامی مثل ابن زیاد و حجاج ابن یوسف و دیگران میکشتن بعضی از بزرگان رو و اونها رو روی خاک میگفتن بکشین، ریسمان میبستن، در میخواستن نشون بدن اینا رو ما به ذلت کشوندیم، به خاری و ذلت، ولی خودشون خار و ذلیل شدن، اینها بزرگ شدن در واقع. حالا این معنای بینی به خاک مالیدن. بینی اون کس به خاک مالیده شود که نام تو را بشنود و صلوات نفرستد. یعنی نام تو رو بشنود و صلوات نفرستد. این یک. دو، پامو گذاشتم پله دوم منبر. پله دوم جبرئیل گفت یا رسول الله، بینی اون کس به خاک مالیده شود که پدر و مادرش را درک کند. البته درباره هر کدام از اینها حرفها میشه زد. پدر و مادر رو درک کند، بهشتی نشه، اهل بهشت نشه، سعادتمند نشه، رستگار نشه، اهل نجات نشه. پدر و مادر مقامشون خیلی رفیعه. خیلی من بابا ننم رو درک بکنم، طوری رفتار نکنم که خداوند متعال من رو اهل نجات قرار بده. یا اگر بابا ننمم مردن پدر و مادر، البته به یادشون باشیم، طلب رحمت کنیم. اینجا حرف زیاده که میخواد سفارش کنه درباره پدر و مادر. اول درود بر پیغمبر، دو سفارش بر پدر و مادر، و اما سوم فرمود پامو گذاشتم روی پله سوم، که بعدم نشست روی منبر، پامو گذاشتم روی پله سوم. جبرئیل امین گفت یا رسول الله. البته اون دوتا رو که گفت جبرئیل، پیغمبر هم آمین میگفتن، برای هر کدومش میگفت آمین. برای این بار سوم هم که فرمود آمین گفت آمین. گفت یا رسول الله، بینی اون کس به خاک مالیده شود، در واقع ذلیل شود، اون کس که ماه مبارک رمضان رو درک نماید و گناهانش آمرزیده نشود. من گفتم آمین، یعنی افعل. اللهم استجب. خدا دعا خدا انشاءالله ما رو از فیوزات این ماه مبارک رمضان که در پیشه بهره مند بفرماید، زنده باشیم و سلامت باشیم، هم خودمون به وظایفمون عمل کنیم در ماه رمضان، هم دیگران رو، چون روحانی هستیم، مبلغ هستیم، هم دیگران رو در مسیر اهل بیت، مکتب تشیع و جعفری قرار بدیم به طور صحیح و درست انشاءالله. و یکی از وظایف همونطور که گفتم دعا کردن است. هم خودمون دعا کنیم، هم مستمعین و مستمعات خودمون رو متوجه به دعا نماییم که دعا کنن برای نصرت اسلام، برای عظمت اسلام و حفظ اماکن متبرکه ما در همه جا، خصوصا در عراق، و انشاءالله امنیت واقعی در بلاد اسلامی خصوصا عراق مستقر گردد انشاءالله. و خدا کاری کنیم که قلب مقدس و دل نازنین آقا امام زمانمون از ما راضی و خوشنود بشه. خب یه فاتحه بخونیم برای گذشتگانمون، پدر و مادرمون، عزیزانمون که از دنیا رفتن، شهدای عزیزمون، این عزیزانی که در عراق، شیعیانی که لا اله الا زن و مرد، کوچک و بزرگ، پیر و جوان کشته شدن به دست اوباش
اراذل و اوباش هستن اینها که حالا اسمشون رو گذاشتن داعش، خدا لعنتشون کنه، به دست اینا کشته شدن. ارواحشون انشالله شاد بشه برای اونها، برای علمایی که خدمت کردن، از جمله این تشکیلاتی که میبینید از برکت مرحوم آیت الله العظمی آقای اسد محمد شیرازی رضوان الله علیه و نیز برای مرحوم حاج حسن شیرازی، خدا بیامرز آسمان رضای شیرازی، خیلی دلم سوخت، هنوزم دلم میسوزه آسمان رضا، حیف شد. و دیگر عزیزانی که در مد نظرمون بودن، در این حسینیه خدمت میکردن، میآمدن بودن، حتی روحانی بودن توشون، الان رفتن دستشون از دنیا کوتاه. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در هر حال آقای عبدالرحمن از شما هم متشکر و ممنون که این مجلس رو تشکیل دادی، همه دور هم جمع شدیم، دیدارها تازه شد. امیدوارم نه انسان همه زنده باشیم و سلامت، سال دیگه سالهای سال مکرر یه همچین برنامه داشته باشیم، این همه انشاءالله استفاده کنیم. حالا هر هفته، هر روز، هر ساعت، هر دقیقه، در هر حال خدا حفظتون کنه. که گفتم این تشکیلات از برکت